سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت شهر پراگ رسیده است. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعی برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. گروهی نخستین زائران تاجیک به عربستان سعودی برای ادای مراسم حج سفر کردند. صبح روز 22 ایول از فرودگاه دوشنبه 160 نفر زائران به شهر جده عربستان سعودی رفتند. زائران را شرکت هواپیمایی سومون ایر به عربستان برد. به اطلاع کمیته دین امسال حدود 6000 نفر از تاجیکستان به حج می روند. در مراسم گسیل زائران در فرودگاه دوشنبه همکارانی ما نیز حضور داشتند. منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی برایتان گزارش خواهیم داد. و حزب خدمتگار خلق در اوکراین پیروز شد. در انتخابات پارلمانی اوکراین حزب خدمتگار خلق پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی پیروز شد. بنابر نتایج پیشکی این حزب 44% آوازها را به دست آورد، ولی برای تشکیل حکومت به ائتلاف با دیگر حزب‌ها احتیاج دارد. پیروزی حزب زلنسکی برای اوکراین چی معنا و کدام پیامدها را خواهد داشت؟ منتظر باشید، برنامه اخبار آزادی در این باره مفصل برایتان خواهم گفت. از بانک برای پیشبرد تجارت قرض گرفت و به خانمان شد. یک ساکن ناحیه وحدت از تاجیک صادرات بانک برای پیشبرد تجارت 400,000 دلار قرض گرفته همکنون از خانه و روزگار آسوده محروم گشته است. حالا این خانواده 28 نفری در صحن حولی خود زندگی دارد. وارد شدن به داخل حجره ها و زیست برای آنها ممنوع شده است. چرا قرض بانک این خانواده را خانه برداشت کرد؟ تفصیلات را در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. دود انگشت و چنگ سمنت روزگارمان را تباه کرده است. ساکنان دهه قلعه ملک در ناحیه وحدت میگویند در احاطه دود غلیظ و چنگ کارخانه سمنت مانده‌اند. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین تاج چین از سال 2015 به این جانب در این موضع به کار درآمد و همکنون از آلودگی هوا ساکنان اطراف آن شکایت دارند. همکاران ما به این موضع رفتند، با ساکنان و مسئولان هم صحبت داشتند. گزارش ویدیویی را این باره در برنامه اخبار آزادی برایتان نمایش می‌دهیم. در ادامه همچنان درباره یک صدمه نقلیاتی پرقربانی در ناحیه اشکاشمی ولایت مختار بدخشان برایتان خواهم گفت که 4 تن بر اثر آن فوتیدند. درباره هویت قربانیان این فلاکت و جزئیات دیگر آن در برنامه اخبار آزادی خواهم گفت. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی های تازه روی دادند حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا خواهیم کرد. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیکی همراهی کنید.